که شنیده میشه دانشیار از باشگاه استقلال پول گرفته پس نداده، حالا سپاهان قراردادش تمدید کرد. درسته این موضوع؟ نه اصلا هم چیزی نیست. ما با آقای دانشکده صحبتی کردیم به خاطر یک سری شرایط هایی که باشگاه استقلال قبلا براشون به وجود آورده، گفته 6 روز وقت داری پول منو بدید. ما یه داور انتخاب کردیم. ببین صادقانه دارم میگم، یه داور انتخاب کردیم، قرارداد گذاشتیم پیش داور. ما به جای 6 روز 8 روز پول ریختیم، 2 روز دیر ریختیم. ایشون رفته با سپاهان قرارداد بسته، بلافاصله همون فردا صبح پول ما رو پس داده. اصلا مهم پول نیست، مگه میتونی پول بخوره؟ ولی کلا دارم میگم که دیگه اخلاق هم از بین رفته. حالا مثلا تو بغاضی آقای دانشگر برادر بزرگوار 6 روز یا 8 روز چه فرقی میکرد؟ تو اومدی یا خدای نکرده خدای ببخش براش تو استفاده می‌خواستی بکنی، رفتی اونجا مبلغ بیشتری گرفتی، یا واقعا اومدی که مثلا فیلم برداری هم شده از پولی که شما رسون دادن، یعنی اون لحظه‌ای که قرارداد بسته. درسته؟ ما قرارداد بستیم، قرارداد مسیم از نظر شرعاً عرفاً حق با ایشون بود، چون ما پولش 2 روز دیر دادیم، ولی از اخلاقی حق با ما بود. ما با تو صحبت کردیم تا شاید 4 صبح 5 صبح نشستیم با هم توافق کردیم، ولی اخلاقاً درست نبود.